به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام برادران و خواهران ارجمند. درس 17 است از سلسله درس های عربی برای نواموزان. الفبای زبان عربی حرف تا در بعض دهات یا در بعض مناطق تاجیکستان وطن عزیزمان اتقه میگویند، اتقه، لیکن نام این حرف تا است. تا. طبیبون، دکتر، پزشک. طفلون، کودک. و در تاجیکی نیز طفل هم میگوییم. طیورون شکل جمع کلمه طائرون است، پرنده. در اینجا طیورون، پرنده ها. طبیبون شکل تنهایی کلمه و جمعش اطباءون و اطبتون. بسیارتر این شکل جمع استفاده می شود، یعنی اطباء. در کتاب ها بسیارتر این کلمه رو می بینید. خب، طفلون جمع اطفالون. طائرون پرنده جمع طیورون. خب، این بود درس 17. تا درس دیگر، خدا حافظ.